Assalomu alaykum hamma aziz, inda salomat va xonobod sarband бошед. یعنی روزی که من در یک روز چگونه مثال حیاتی من میگذرد از سال 1995 تا این روز. یکمش که با عبادت الله تعالی نماز بامداد و ذکرهای صبحانه میکنم، ذکرهای صبحانه و کارهای خانه. 1.5 ساعت پیاده راه میگردم، منزلی ورزشی نمیروم، پیاده راه میگردم. نماز خودش برای مشق است کنم. در یک شبانه روز من یک یا اینکه دو مرتبه طعام تناول میکنم، 3-4 بار نه، یک یا دو بار. آب بسیار مینوشم. از آدم های چی میگن غیبتچی، سخنچین و سخنهای بدبینی خودم رو دور میگیرم. خواب در یک شبانه روز 7 یا 9 ساعت باید خواب کنم. شب لیکن شب، روز نه، من روز خواب نمیکنم، شب فقط 7 یا 9 ساعت. تابستان در این رجای در حیاتم و اعلام میکنم با بحر رفتن، شینو کردن در بحر، لیکن در آفتاب زگرت نمیکنم. بخشش از سلامتی هم کسل هستم، لیکن شکایت نمیکنم درباره بیماریم. الله تعالی درمان میده و شفا میده انشالله. من بوی نیستم، بوی پولی، بوی چی میگن خانه در، یکی بوی درونی روحان بوی هستم. در عربی هم مثلا است که بوی اون نفر نیست که پولی زیاد داره، بوی اون نفر است که درونش بوی است. درون. بله. یگان دارو استعمال نمیکنم، فقط سیادانه محصولاتش رو یک درخت‌های خنکی یا که چی میگن تیرامو یک کورس استعمال میکنم. بعد قسطل هند یک استعمال میکنم، برای قند رو معتدل نگاه میدارد. غیر این هر سال ما در روسیه یک بار دیسپنسریزیسی میگذاریم، ما رو میسنجن، شش رو میبینن، دل رو میبینن، چی میگن زن رو میبینن، پیستان‌های زن رو میبینن، رنگین میکنن، ماموگرافی. از دکتری زنانه میگذاریم، خون رو میسپارن، همه نمودی خون رو میبینن، هیموگلوبین و قند و خلسترین و همه میخونه میسپاریم میبینن. خب باز چی؟ من نمیگم از دکتر میگذاریم ما هر سال دیسپنسریزاسی. بله. غیر این توکل به الله تعالی میکنیم میگردیم. من از سال 95 نمیگم زندگی میکنم. توکل به الله تعالی. میگن که نفسی بد بلای جان. پیغمبر محمد در حدیث اومده است که ما تو گوشت نشیم نمیخوریم، تو گوشت سخت نشیم باید نخوریم و پیش از سیر شدن باید که بس کنیم. معده ما 3 قسم میشه، یک قسمش برای طعام، یک قسمش برای آب، یک قسمش برای نفس کشیدن، برای هضم کردن. میگه معده رو وقتی پر میکنیم از طعام کو دیگه برای آب جوی نمیمونه، برای نفس کشیدن اون طرف است. من میگن شاگردانم، ما همکارانم از دانشگاه اسلامی ویدیو ویزیت کردن یک سال پیش، معلمه شما چرا پیر نمیشوید؟ شما چی سیر دارین به ما گید؟ من گفتم من هیچ سیر ندارم. انا این سیری من که من نمیگم زندگی میکنم اصلا 95 اینجا نیم. بله سیری من همین است. در یک شبانه روز یک یا دو مرتبه طعام استعمال میکنم، 3 و 4 بار نه. روزه میگیرم رمضان رو 6 روز پس از رمضان رو هر ماه 3 روز پوره ماه روزه میگیرم. روز دوشنبه پنجشنبه رو از سال 95 اینجا میگیرم و 3 روز ماه عاشورا رو 9 10 11 رو میگیرم هر سال. ماه محرم رو و پیش از عید قربان روزه میگیرم. همین روزهایی که پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله گفتن میگیرم. برای همین الحمدلله که بیمارم شدم، بیماری توبه شونده میشم انشاءالله. بیماری توبه شونده. کسی که مطابق قرآن و سنت پیغمبر محمد صلی الله علیه و آله زندگی میکند که بیماری توبه شونده بیمار میشه، لیکن بیماری توبه نشونده انشاءالله که نمیشود. انشاءالله نشود. اگر شود بیماری توبه نشونده سبب مرگ و سبب چی میگن مغفرت گناهانش خواهد شد انشاءالله. من نمیمونم. همتون عزیز همزبانان، هم میهنان من، هم دینی من، مسلمان هایی که مرا میشنوید، این است چی میگن ترتیبی روزی زندگی من. فقط در اعلام نکردم سیر گوش با دخترچم مثل که میگردیم تماشا میکنیم با هم وقت میگذرانیم. این رو نه که عمومی من نگفتم نه خصوصیش رو مثل که عمومی به شما گفتم خصوصیش نه، این خاص است مثل با چیزی که لازم میشه، نه که عمومی من همین زندگیم رو 95 این جانب 31 سال میشه میمونم. من ترتیبی چی دارم زندگی روز دارم می ندارم شما.